سلام و درود فراوان، خوش اومدید به این ویدیو. من کامیلا هستم. امیدوارم شاد و خندان سر حال قبرا گوگلی مگولی در حال دیدن این ویدیو باشید که بریم و 10 تا بیل تک خفن ماینکرافتی رو به شما معرفی بکنیم که یه عالمه طرح‌های خفن و باحالی ان و اگه آماده اید تا این 10 تا بیل تک خفن رو ببینید، بزن بریم چه اصلا چه نیازی هست وایسیم، بزن بریم ادیتور دیگه، چرا نمیریم؟ ماینکرافت یه باگی که داره اینه که ما نمیتونیم برای مثال یه دونه آرمور استندی رو داشته باشیم که حالا یه کله از هر موجودی که ریپر، حالا زامبی، اسکلتون، ویدر اسکلتون داشته باشه، بعد سرش هم یه دونه حالا کلاه خود ندرایتی، دایموندی، آهنی، هر چیزی داشته باشه. ولی خب ما یه دونه بیل تک داریم که این کارو براتون به ساده ترین حالت ممکن میشکونه و اون طرحی که دلمون میخواد و میتونه برامون درست کنه. فقط کافیه بیایم یه دونه آرمور استند رو بذاریم روی زمین و حالا اون آرمور رو که من حالا آرمور ندرایتی انتخاب کردم و تنش بکنید و یه دونه بلاک موقت و حالا هر بلاکی هم دوست داشتید درت هم بذارید چون موقته دیگه، بذارید بالای سرش و بیاید یه دونه آرمور استند رو بذارید بالای سرش و حالا هر هدی رو که دوست داشتید، کله‌ای که دوست داشتید، ریپر، ویدر اسکلتون بذارید و بعد این بلاک اینجا رو بشکنید تا یه دونه همچین طرحی رو بهمون بده که انگار حالا این زامبیه آرمور پوشیده، آرمور پوشیده و این طرح خفن و برای یه عالمه کارهای باحال ایجاد میکنه. ببینید گفتم ماینکرافت یه باگی داره که نمیتونیم حالا این جریانات رو داشته باشیم ولی یه باگ دیگه هم داره، ما نمیتونیم بشینیم فوقش بدونیم شیفت رو بگیریم این شکلی بشه. ولی خب یه بیل تکی وجود داره، اینم دور میزنه براتون. فقط کافیه بیاید یه دونه 9 در 9 رو به این صورت بکنید و بعد بیاید کفش رو به این صورت، حالا این بلاک وسط رو کاری نداشته باشید، دورش رو بیاید با استفاده از ماسکارپت به این صورت بپوشونید و یه دونه دیکتاتور رو به این صورت بذارید اینجا که مطمئنا تلفظش رو اشتباه گفتم، و بعد بیاید یه دونه رفت رو به این صورت بذارید. حالا برای اینکه رفتتون خوشگل‌تر باشه میتونید دقیق به این صورت بذاریدش و وقتی که بشینید و در واقع حال خودتون رو به این صورت ببینید انگار نشستید و یه طرح باحالی ایجاد میکنه. ببینید یه چیزی که داخل ماینکرافت هست اینه که ما این همه غذای مختلف داریم و ممکنه خراب بشه. حالا چجوری میتونیم به طرح خوشگل داشته باشیم؟ فقط کافیه یه دونه یخچال بسازیم. فقط کافیه که بیایم و یه همچین طرحی رو به این صورت بسازیم و یه دونه بلاک اینجا رو خالی بذاریم. بعد بیایم با استفاده از یه دونه استرز همچین طرحی رو ایجاد بکنیم و بعد با استفاده از یکم دیسپنسر و ردستون و این کارا بیایم یه دونه آرمور استند رو بذاریم داخل یه دونه دیسپنسر دقیقاً پشت همین بلاک و بعد که یه دونه سیگنال ردستونی بهش بدیم همچین طرحی رو برامون درست میکنه که یه طرح جالب مثل آبخوری یخچاله. و برای ساختن یه دسته گوگل مگولی با بنر برای یخچالمون فقط کافیه بیایم با استفاده از یه دونه بنر سفید و یه دونه رنگ گری بیایم و یه دونه خط رو به این صورت اینجا بندازیم و بعد با استفاده از رنگ سفید بیایم یه دونه خط رو این ور بندازیم و بعد با استفاده از همون رنگ سفید بیایم دورش رو به این صورت در بینیم که وقتی اینو بذاریم اینجا یه طرح خوشگل و از یه دونه یخچال به ما میده که میتونیم یه عالمه داخل یه عالمه از فضاهای ماینکرافتی به کارمون بیاد. ببینید من مطمئنم هممون وقتی بچه بودیم از این میترسیدیم که مثلا یه هیولا زیر تختمون باشه بیا بلا بلا بلا. حالا همینو میتونیم داخل ماینکرافت داشته باشیم. فقط کافیه بیاید یه همچین طرحی رو بکنید، حالا مثلا اون اتاقتون داخل ماینکرافت رو، و بیاید 3 تا اسنو رو به این صورت بذارید و حالا اینو در واقع بپوشونید این بلاک رو و بعد بیاید یه دونه آرمور استند رو بذارید و کله یه دونه زامبی که یه هیولای خفن باشه رو بذارید روی آرمور استندمون و یه دونه بد رو بذارید روش تا وقتی که از پایین بیایم به اینجا نگاه بکنیم یه دونه زامبی رو ببینیم که از زیر تخت ما داره بهمون نگاه میکنه و یه دونه بیل تک برای خفن کردن تختمونه، فقط یکم ترسناکه. ببینید بیل تک های ماینکرافتی کلا اینجوریه که اگه شما یه دونه جایی رو درست کردید و خواستید قشنگ‌ترش بکنید میتونید از بیل تک ها استفاده بکنید که یه طرح خفنی رو به اونجا بدن و یه جور دیتیل به حساب میان. حالا اگه یه جور جای رادیو اکتیوی درست کردید فقط کافیه یه دونه لومو بذارید و بعد با استفاده از بنر سیاه و یه دونه رنگ زرد بیاید یه همچین طرحی ایجاد بکنید. بعد با همون رنگ زردتون بیاید یه دونه مثلث رو به این صورت بالاش ایجاد بکنید و بعد پایینش هم به این صورت در بیارید و بعد با استفاده از رنگ سیاه بیاید و یه دونه مثلث رو، حالا اگه من مثلث رو پیدا کردم این شکلی به این صورت ایجاد بکنید
بکنید و بعد بیایید و با استفاده از رنگ زردتون پایینش رو به این صورت که نه به این صورت در بیارید و یه دونه همون طرح رو به صورت بالا این شکلی ایجاد بکنید و بعد بیایید یه چند تا کانکریت برای مثال زرد رو بذارید و اینا رو بذارید دورش تا این طرح رادیواکتیو رو بهتون بده و برای یکم دیتیل بیشتر از پرشر پلیت بلکستون استفاده بکنید تا هم حاجی داخل این فیلم ها دیدید مثلا آدم پولدارا یه دونه ساعت دارن که ساعت 12 شب میگه دین 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 مسافرین محترمه پروازه. همونو میتونیم بیاریم داخل ماینکرافت. فقط کافیه بیایم یه دونه استرز در واقع دارک اوک رو بذاریم و بعد با استفاده از 3 تا ترپتور دارک اوک بیایم همچین طرحی رو داخل 3 تا از ورهای این استرزمون درست بکنیم و همچین طرحی رو به وجود بیاریم. بعد فقط کافیه بیایم یه دونه بلاک رو بالاش بذاریم و به عنوان اون بینگ بینگه که این ور اون ور میره بیایم یه دونه در واقع از این لایتینگ راد ها رو بذاریم و برای خود ساعت هم میتونیم از یه دونه آیتم فریم و یه دونه کلاک استفاده بکنیم و برای یکم خوشگل‌تر شدنش هم میتونید یه دونه اسلب یا یه دونه ببینید ما داخل ماینکرافت هیچ برنامه‌ای نداریم ولی خب چجور میتونیم فیسبوک رو درست بکنیم؟ فقط کافیه یه دونه لومو بذاریم روی زمین با استفاده از یه دونه بنر در واقع آبی پررنگ، حالا چون آبی کم رنگ هم داریم بیایم ما یه دونه طرح سفید رو بذاریم و یه دونه در واقع یه دونه به علاوه وسطش ایجاد بکنیم و با استفاده از همون رنگ سفید بیایم یه دونه گنبولی هم این ورش ایجاد بکنیم و بعد با استفاده از رنگ آبی بیایم و دورش رو به این صورت در بیاریم که وقتی که بیایم و این رو بذاریم روی اینجا یه طرح فیسبوک مانند رو بهمون دست میده که یه طرح خفن و باحاله. شما هم دوست دارید یه دونه دوچرخه داخل ماینکرافت داشته باشید؟ خب کار آسونیه. فقط کافیه بیاید 2 تا ترپتور اوک رو به عنوان تایرش بذارید، چون میدونید دیگه تایر داخل ماینکرافت باید مربعی باشه. بعد بیاید و چند تا بلاک از زمین فاصله بگیرید و یه همچین طرحی ایجاد بکنید با بلاک موقت و یه دونه وال، حالا هر والی میخواد باشه بلاک موقت بذارید و یه دونه آرمور استندم بذارید بغلش و بعد با استفاده از یه دونه پیستون و یه دونه ردستون بلاک اینو فشار بدید داخل این واله و بعد بندازیش روی این ترپتورا. حالا ترپتورا رو فقط کافیه باز بکنید و بعد ببندینشون و یه دونه لگینز و تن این بکنید. بعد بیاید برای اون نشیمنگاهش از یه دونه در واقع فنسکیت استفاده بکنید و یه دونه ساین رو به این صورت بذارید اینجا. بعدم فقط کافیه از پشت 2 تا ترپتور رو به عنوان در واقع حالا تایرش بذارید تا همچین طرح خفنی و که مثل یه دونه دوچرخه داخل ماینکرافت میمونه رو به دست بیارید. داخل این فیلم ها دیدید مثلا یه دونه شوالیه با یه دونه شمشیر وایساده آماده جنگ؟ چجور میتونیم اون طرح رو داخل ماینکرافت داشته باشیم؟ فقط کافیه بیایم با استفاده از حالا یه دونه بلاک یه دونه شمشیر رو با استفاده از اندراد به این صورت ایجاد بکنیم و به عنوان دستش هم یه دونه شمع رو به این صورت بذاریم روش. بعد فقط کافیه بیایم با استفاده از همون بیلتک اولی که بهتون گفتم بیایید و یه دونه آرمور استند رو بردارید. حالا من متاسفانه آرمور استند رو نبردم و بعد بیایید یه دونه آرمور استند رو بذارید و با استفاده از آرمور چینی همچین طرحی رو ایجاد بکنید. بعد با استفاده از یه دونه بلاک بیایید همون ترفنده رو روش ایجاد بکنید که بعد آرمور استند رو بذارید و بعد حالا کله اون موجودی که دوست دارید رو بذارید و حالا من کله پلیر رو گذاشتم و همچین طرحی ایجاد بکنید. فقط و بعد با استفاده از پیستون و سیگنال ردستونی بعد اینو بیاید بکنید داخل این شمشیره تا همچین طرحی ایجاد بکنید و یه طرح خفن و گول مگولی و به عنوان یه دونه شوالیه داشته باشید. ببینید شاهکار انیمه ها اتک آن تایتان چند وقت پیش به پایان رسید و الان میخوام بیام و لگوی اتک آن تایتان رو داخل ماینکرافت درست بکنم. فقط کافیه یه دونه بنر سفید رو به این صورت بذارید و با استفاده از رنگ در واقع آبی بیایید و یه همچین طرحی رو به این صورت درست بکنید و بعد با استفاده از رنگ گری بیاین و یه دونه در واقع آجوری مانند رو به این صورت درست بکنید و بعد با استفاده از رنگ سبز بیایید و پایینش رو در واقع به این صورت در بیارید و بعد بالاش رو هم بیاین یه دونه از این مثلث ها رو هم که حالا اگه من پیداش بکنم و به این صورت بذارید و بعد با استفاده از این بیایید و دورش رو هم سبز بکنید که وقتی بذاریدش روی بلاک متوجه این لگو اتک آن تایتان داخل این بنر میشید. که خب بچه‌ها در آخر هم میرسیم به پایان ویدیو و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه سابسکرایب و نوتیفیکیشن بغلش رو فعال بکنید برای دادن یه عالم انرژی. لایک و کامنت هم فراموشتون نشه و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.